نمیگه خنده خوب دیگه فکر کنم بالاترین نمرم 13 و نیم اینا بود. مثلا دینی که اصلا کتابو ندیده بودم حتی. خیلی خوب دلیل آورده است این زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما آمده خوش میدی. امروز در خدمت آقای محمد رضا رضایی عزیز هستیم از دانش آموزهای عزیزمون که 2-3 سال رو فکر کنم با هم زندگی کردیم گذروندیم و دوستم که از تجربیات خودش، از چه تجربیات موفقش، جایی که خب در واقع نتونست کاری که دوست داشت رو بکنه یا در واقع اون ایدئال هایی که مد نظرش بود اتفاق نیفتاد، امروز گپ و گفتی بزنیم، با هم صحبت بکنیم. امیدواریم که این گپ و گفت و این صحبت به شما کمک بکنه و براتون مفید باشه. خب محمد جان، میخوای شما یک عرض سلام و صحبتی داشته باش با هم شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رضا رضایی هستم. اول از همه سلام عرض می‌کنم خدمت دوستانی که تو خونه دنبال میکنن، خانواده‌های محترم. بله دیگه 2 سالی خدمت شما بودم. سلامت باشین. خواهش میکنم. باعث افتخار بوده رفاقت با تو. واقعا من وقتی محمد رضا اسمش میاد، یکی از در واقع مهمترین ویژگی‌هایی که همیشه تو ذهنم میاد قدرت کنترل روی زندگیه. یعنی اگه موافقی از سال 11 شروع کنیم، یعنی شما متوسط دوم در واقع می‌خواستم ابتدا متوسط دوم شروع کنیم دیگه. سال دهم شما سالی بود که با کرونا شروع شد. دهم رو چیکار می‌کردی؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ اوضاع درس‌ها تو دهم چطور بود؟ خب اول اینکه همین که مدرسه غیر حضوری بود اولش، بعد یه روز درمیون شده بود چیزی که یادمه، بعد باز آخراش دیگه تقریبا حضوری شد و خب دهم که حالا کسی درسی نمیخوند دیگه، ما هم خیلی نخوندیم. آره در حد اون روزی 2 ساعت 3 ساعت که فقط. خب چون بعضی از بچه‌هایی که دارن در واقع این مصاحبه رو نگاه میکنن ممکنه بچه‌ای باشن که دهمی ان وارد 11 میشن و خب شرایط تغییر کرده در این تراز سوابق تحصیلی پایدارشون، احساس میکنن تراز دیدار نمیشه. چیزی که من یادمه اینه که تو سال دهم خیلی کار خاصی نکرده بودیم تو حوزه درسی، درسته؟ اون پروسه جدی خوندنت و جدی تر شدن تو حوزه کنکور از کی شروع شد؟ تقریبا از همون هفته‌های آخری که از تابستون دهم به 11 بود ما تقریبا دیگه شروع کردیم به جدی خوندن واسه کنکور و آزمون‌های آزمایشی بود اون موقع که شروع کرده بودیم. آره دیگه تقریبا از همون موقع. این پروسه تابستون دهم به 11 چه کاری انجام دادی؟ بیشتر خوندن کتاب بود، چون من حالا دهم در حدی بود که فقط کتاب رو دیده بودم، اونقدی هم تستی نزده بودم و خب تسلط خیلی زیادی هم نداشتم رو مباحث، مخصوصا تستا، چون به هر حال امتحان مدرسه تشریحی بود. خب دیگه با اون برنامه‌ای که شما چیدین و پیش رفتیم، بیشتر تستای کتابای تو بازار بود دیگه. حالا یادم آقا IQ بود، خیلی سبزا بود واسه زیست شناسی، فیزیک میکرو بود، شیمی آقای بازرگان بود و ریاضی هم همون خیلی سبز. یکی از پارامترهایی که یادمه کمک کرد، حالا خودت هم میتونی دقیق‌تر بگی، پیشروی پایه 11 بود که محمد رضا از یک دانش آموز حالا خوب یا معمولی تبدیل کرد به دانش آموزی که خب احساسش نسبت به درسانش بده. اون نقطه رو خودت کجا بیشتر احساس کردی؟ چیزی که خیلی کمک کرد واقعا همین بود که اون به هر حال یه قسمتی داره تو آزمون‌های کانون که ما دهم بودیم، پیشروی سریع، نگاه به آینده، همچین چیزی بود. آره. و اینکه ما اونجا 1 درس 2 درس هر آزمون می‌زدیم و حالا درصدامون اونقدی توش چیز نبود، بالا نبود، ولی خب همون درصد پایینی که توش کسب می‌کردیم، بازم اینکه یه کار اضافه‌ای داره آدم انجام میده، یه قدم از بقیه رقیبا جلو بودی، یه اعتماد به نفس خوبی میداد. و تقریبا مثلا آزمون اول فکر کنم که تو تابستون داخل مرداد بود اولین آزمونی که شرکت کرد، داخل تیر بود، آخرای تیر بود تقریبا، اون نگاه به آیندهشو میرفت. ولی برنامه خیلی مبتنی بر آزمون نبود، یعنی پیشروی بود و آزمون در واقع بود. این چیزی که حالا من خاطرم از خاطر شما هم دقیق‌تر میتونید بیان بکنید. بعد شروع سال 11 مهر آبان آذر سال 11 محمد رضا، اون ابتداش یادمه تو مهر آبان آذر ما خیلی در واقع بازه‌های درس نخوندن و اینا زیاد بود، یعنی حالا اتفاقاتی بود، شلوغیایی بود، این مدرسه‌ها
تعطیل میشد بچه‌ها نمیدونم اعتصاب میکردن، یه سری درگیریایی بود توی فضای حالا آموزشمون و فضای کشورمون. سال 11 چطور گذشت؟ چیکار کردی؟ اول اینکه خب من کسی بودم که تو دوره اول که اصلا کتابا رو حتی همون دیدن هم در نگاه هم اصلا هیچ چیزی نداشتم و خب حالا دهم هم اونقدی تلاش خیلی خاصی نکرده بودم. خب سخت بود برام که بشینم یه جا مثلا بخوام 8 ساعت 7 ساعت 6 ساعت حتی درس بخونم و این بود که 11 یه سری چیزا بهانه هم به ما داده بودن که اوضاع کشور یکم نامساعد بود و دیگه به هر حال آدم نمیتونست اون تمرکزی که داشته باشه، وجدان آدم اجازه نمیده و خب اونجا بود که دیگه یکم سخت بود. بازار درس نخوندن بود که مثلا یه هفته درس نمیخوندیم، کلا 3 روز کلا درس نمیخوندیم، همش توییتر و تلگرام و اینستاگرام اینجوری بود. ولی هفته هایی که واقعا منتهی به آزمون بود سعی میکردم که کنترل کنم دیگه. مثلا اگه 2 هفته کانون وقت داشت، خیلی برنامه‌مون کانون نبود، اما همونی که اون هفته‌ای که منتهی به کانون بود واقعا سعی میکردم که کنترل کنم همه چیز رو و اون ساعت مطالعه هم یه ثباتی داشته باشه که نتیجه‌ای که میخواد تو آزمونا باشه. ولی آره 3 ماه اول خیلی سخت. یه چیزی که خیلی جالبه، حالا دوستم حتما راجعش صحبت بکنیم، شاید برای بچه‌ام جالب باشه. محمد تو سال حالا 11مش و حتی سال 12مش کتاب خوندنشو داشت، اینستاگرامشو داشت، تلگرامشو داشت، پادکست گوش کردنشو داشت. حتی من خیلی جای چیزی از محمد یاد گرفتم و یه بعد دیگه شما که خیلی جذاب بود این بود که هیچ وقت یک بعدی نشدی و هیچ وقت هم یک بعدی نبودی. یعنی برخلاف نگاهی که خب شاید خیلی یاد داشته باشن که فضای کنکور فضایی که این شکلی، همون سال 11 یادمه برای کنترل کردن این فضای خب بیشتر می‌رفتیم کتاب می‌خوندیم، پادکست گوش می‌کردیم، تحلیل نگاه می‌کردیم که بتونیم با نگاه تحلیلی بهتری به موضوع کنیم. این نگاه و این شاید چون افراد با هم متفاوتن، شخصیتشون متفاوته، شرایطشون متفاوته، این نگاه به تو ضربه زد یا بهت کمک کرد؟ خیلی کمک کرد و اینکه چیزی که بود اول اصلا اینکه سال 11 خب خیلی سالیه که آدم فشار کنکور رو احساس نمی‌کنه و اون استرس رو نداره. حالا بعضا با بچهای سال پیش که سوال می‌کردم میگفتم مثلا سال 12 اون استرسی که روتون هست کمک می‌کنه که بهتر بخونین، ولی خب من خودم اینجوری نبود. این سال 11 که بود که اصلا هیچ فشاری احساس نمی‌کردم، هیچ کنکوری نبود برام هنوز و اون کارهای جانبیمو داشتم، کتاب خوندنه بود، پادکسته بود، گیم بود. حتی اون موقع یادم مثلا روزی 2 ساعت گیم، 1 ساعت و نیم گیممون همیشه سر جاش بود و خیلی واقعا نتیجه بهتری می‌گرفتم. هم اون موقع حالم خیلی بهتر بود، موقعی که این کارهای جانبی رو حتما ادامه بدین به بچه‌ای که مخصوصا دهم 11 که حتما توصیه می‌کنم که انجام بدن. ولی خب خیلی مدیریت شده و آره دیگه. یعنی ابتدای صحبتم که حالا من گفتم این که راجع به شما خیلی جالب بود این بود که واقعا قدرت کنترل، یعنی کنترل کردن و یه مهارت خیلی مهمه این موضوع که هر کسی به نظر من بتونه این مهارت رو بسپره تو تمام ابعاد مختلف زندگیش میتونه کمک کننده باشه که من بتونم کنترل کنم که آره مثلا این 2 ساعت قراره برم مثلا بازی کنم، این 2 ساعت قراره برم بشم متمرکز درسمو بخونم، این کارو انجام. چون بزرگترین چالشی که بچه‌ها باش مواجهن اینه که وسط مهمونی داره به امتحان فارسی و دینی و زبانش فکر میکنه، وسط درسه تو مهمونی 2 سال پیشه که اگه به جای این لباس اینو میپوشیدم خیلی بهتر بود. یعنی یه چالشی که خیلی بزرگه. این کنترل رو شما چجوری به دست آوردی؟ بحث که فکر کنم مثلا میتونم کمک بکنه. بخاطر این وارد شدم و گفتم جزئی‌تر راجع بهش صحبت کنیم. دوستایی که من داشتم اکثرا از خانواده کمک میگرفتم، ولی خب من خیلی اینجوری مبتنی بر این نبودم که خانواده بخوان تو این کنترل کمکم کنن. یه چیزی که خیلی بهم کمک کرد این بود که صبح اون جونه رو به اصطلاح بکنن دیگه. صبح پاشم مثلا تا ساعت 4 از 5 از اون 8 ساعت 9 ساعت درس رو بخونم، بعد دیگه هر کاری دوست داری. مثلا اون اینجوری نبود که مثلا 3 ساعت درس بخونم برم حالا 1 ساعت گیمام بزنم، باز 3 ساعت درس بخونم باز برم 1 ساعت کتاب بخونم. نه، یه صبح میشد این تفکیک این دیوار کشیدن کمک کرد. درس تا 1 ساعتی فلان، عصر دیگه مثلا 6 ساعت درس میمون، همینجوری همه اون تفریحام پشت هم بود. این بود که خیلی کمک میکرد. آره. خب بیایم تو سال 11 جلو. کجا بود که محمد احساس کرد که اوکی از یه فردی که خب یه داوطلب معمولی حساب میشه احساس کردیم میتونه رتبه خوب بشه، میتونه جزء نفر؟ چون بالاخره همیشه بچه‌ای که به عنوان مثال توی مرکزی که سمپادن
تو ذهن خیلی از بچه‌ها اینجا که واو یه عده خیلی زیادی هستن تو کشور که اونها احتمالاً خیلی بهتر. کجا این اعتماد به نفس خیلی پررنگ‌تر شد؟ کجا این حس بهتر شد؟ تقریبا اون قسمت درس خوندنه که خوب نبود، یعنی کتاب خوندنه، مثلا کتاب درسی رو میخوندیم یا تست کتابای تو بازار رو میزدیم، این احساس رو القا نمیکرد. تقریبا از اون جایی شروع شد که ما تمرکزمون رفتش رو آزمون‌های آزمایشی، فکر کنم دیگه تقریبا از اسفند اینا بود. آره یادم یه آزمون فکر کنم تو شهر جز 3 نفر اول شدیم، نفر اول شدیم، خیلی آره اون خیلی کمک کرد. یا مثلا آزمون ماز بود فکر کنم، رتبه خیلی کشوری مناسبی بود، خیلی کمک کرد. و میگم اون 20 روز تقریبا 30 روز که از اول اسفند ما مدرسه نرفتیم و همش تست آزمون بود، مثلا همه آزمون‌های آرمان، همه آزمون‌های زیست‌ساز، همه آزمون‌های ماز. اون لحظه‌ای که مثلا کتاب تست دیگه رفت کنار و آزمون جایگزین شد، آدم احساس رقابت کرد و خب نتیجه‌ای هم که میدید آدم مثلا که من مثلا دارم یه ساعت مطالعه متوسطی رو میذارم و نتیجه هم خوبه، خب متوجه میشد که خب به هر حال اعتماد به نفس آدم بالا میره دیگه. رفتیم سال 11 تموم شد. حالا بچه‌ای که الان 11 دهمیان این فشار امتحانات نهایی و این اضطراب امتحانات نهایی از دیگه سال دهم روشونه، یعنی واقعا فضا متفاوته. خب تو اون سال نهایی نبود، ما میتونستیم 11 فکرم 12 رو استارت بزنیم. یعنی مهاجران 2 تا درس توی کنکور داره که درصدشون بالای 90 و درصد خیلی شاخصیه و یکیش خب درس فیزیکی که تبدیل شد به نقطه قوت، یکیش درس شیمیه که تبدیل شدن به نقطه قوت، به خصوص درس سیستم. اون پیشروی ادامه سال 11 کجا به این نقطه کمک کرد؟ اتفاقی در سال 11 افتاد؟ چون یادم فیزیک 12 رو شروع کردی. بله اون اتفاقی که بود که همون دوباره اسفند، یعنی ما داخل اسفند کلا خیالمون رو از 11 راحت کردیم و مثلا اون موقع یادم فکر کنم تا فصل 7 11 درس داده بودن زیست شناسی رو و ما کلا تموم کردیم و حالا علاوه بر اینکه واسه اون آزمون جنبندی کانون که 7 فروردین بود میخوندیم، دیگه کلا 11 رو جمع کردیم و دیگه خیالمون راحت شد. بعد دیگه از طرفای این طرف سال تقریبا اصلا فروردین، البته سینماتیک رو فصل 1 فیزیک 12 رو شروع کرده بودیم از بهمن. آره از بهمن شروع کردیم. آره ولی اینکه جدی دیگه بریم رو 12 تقریبا از نیمه اول فروردین اون سال 11 بود که دیگه تقریبا شروع شد و فکر کنم 2 فصل شیمی رفتیم جلو و تا 2 فصل فیزیک رفتیم جلو. آره بعد خیلی تاثیرگذار، خیلی تاثیرگذار. حتما باید شما پیشروی حداقل در حد 1 فصل 2 فصل رو. اصلا کلا یکی از مهمترین مقوله‌ای که حالا من در واقع تجربه‌ای که دارم توی تمام این سال‌ها بس اعتماد به نفسه. میرسه که اوکی من مسیری که دارم و مسیری که دارم متفاوت برای شما فکرم سال 11 درسته؟ دقیقاً سال 11. تابستون 11 به 12 تابستون چطور گذشت؟ چه کاری کردیم؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ خب اول این بود که یکم شاید اون که آزمون شرکت نکردیم برای من ضربه زد، ولی اکثرا خب بچه‌ها هم شرکت نمی‌کنن و خب با توجه به شخصیت رقابتی فاصله. آره این واسه من به شخص بد، اما خیلی از دوستایی داشتم که راضی بودن و میدونم اگر شرکت می‌کردن ضربه می‌خوردن، ولی خب من به شخص اینطوری بودم که اگه شرکت می‌کردم شاید به نفعم میشد، اما ولی خب باز به خود فرد بیشتر برمیگرده. و یکم این بود که خب کارهایی که انجام دادیم تو تابستون چیا بود؟ چقدر درس‌ها پیشروی داشت؟ 12 مایه بیشتر بحثمون روی اون 12 بود، چون یادمه که اون موقع هنوزم معلوم نبود که کنکور اردیبهشت یا دی ماهه. آره. تاریخش مشخص نشد. دقیق معلوم نبود و ما بیشتر بحثمون رو دی ماه بود. برای همین گفتیم که حداقل سریعتر بریم یه تسلطی رو قسمت‌های نیمه دوم 12 حداقل کسب کنیم و بیشتر تمرکز رو 12 بود، حداقل توی تیر و داخل مرداد، حداقل تا نیمه اول مرداد اینجوری بود که بیشتر تمرکز رو 12 بود و خب خیالمون هم از پای راحت بود دیگه تقریبا، چون که 11 که خوب کار کردیم. حالا 10 هم یه چیزی داشتیم به هر حال، یک پیش زمینی بود. آره پیش زمینی بود. ما فکر کنم برنامه‌ریزی که داشتیم و کاری که مهاجر جان انجام داد این بود که تا دی ماه درس تموم شد.
تا اول دیما، یعنی دیمای آذر. آره ولی خب اون به خاطر این بود که اردیبهشت ماه شد کنکور و خب دیگه حالا اون پیشرویه رو یکم قطعش کردیم دیگه، تقریبا یکی دو فصل رو فقط گذاشتیم که باشه واسه نزدیک کنکور. آره ولی همون هفته اول دی ماه تقریبا اون فصل آخری که مونده بود، یکی دو فصل مونده بود فکر کنم کلا دیگه. آره اون تموم شد. خب حالا اگه موافقی یکم ریزتر بشیم رو درس‌ها، یعنی بریم راجع به الگوی زیست خوندن، شیمی خوندن، فیزیک خوندن، ریاضی خوندن مبارزه صحبت کنیم. ما زیستمون تو کنکور چند زدیم؟ ما زیستمون رو 82. برای زیست 82 مهاجران چیکار کرده؟ خب اول اصلا یه چیزای روتینی داره که به هر حال هر کنکوری انجام میده. به هر حال چند بار خوندن کتاب درسی، حداقل 5 بار کتاب. واقعا این اولویت 1 تا 100 زیست کتابه دیگه، درسته؟ یعنی واقعا حداقل باید، من به شخصه اینجوری بودم که 3 بار 4 بار کتاب میخوندم و تا قبل اون اصلا سراغ تست حتی خیلی سبز هم حالا یه دوم مثلا فوقش سراغ تست هم می‌کردم زیاد نرم دیگه، همه ریزه‌کاریای کتابو در آورده باشم خودم و که خیالم راحت بود. بعد میرفتیم سراغ کتاب تستا که دیگه خیلی سبز بود که حالا همه دارن. IQ بود تک پایه‌هاش، IQ تک پایه‌ها رو زدی. خب بعدش تو سال پایه IQ تک پایه. تو سال 12 ندیگه. تو سال پایه خب چون وقتم زیاد بود کار زیاد انجام شد، مثلا ما 11 یادم دیگه تقریبا همه کتابای بازار رو زدیم دقیقاً و همه آزمون‌ها هم تقریبا بررسی شد. ولی 12 هم خب به هر حال وقت خیلی کمه، اصلا آدم به این چیزا نمیرسه. همون IQ جامعه بود و خیلی سبز تک‌پایه حساب تک‌پایه و خب آزمون‌ها و آزمون‌های تو آزمون‌های آزمایشی کدومش تو زیست به نظرت مفیدتر بود و کمک کننده‌تر بود؟ حالا چه آرشیو سال‌های گذشتهشون، چه آزمون‌هایی که میدادیم، مثلا نظرت راجع به قلمچی، ماز، زیستاز، آرمان؟ قطعا کانون اصلا یه سر و گردن بالاتر بود. حداقل تا تو سال ما خیلی کانون خوب عمل نکرد واقعا. همون 2-3 تا آزمون اولش که گزینشگرش تغییر کرد و اونقدر دیگه واقعا خوب نبود تو زیست. ولی اون آرشیوایی که بود و سالهای قبل که گزینشگرش همین آقای روزبهانی بودن بله واقعا بی‌نظیر بود و کانون واقعا یه سر و گردن اونجا که بالاتر. حالا بعد کانون شاید زیستاز بهترین بود، بعدش ماز. ماز زیستش کمک کننده بود. ماز زیستش تو سال ما نه، تو سال 11 هم بود، اما تو سال 12 هم به نظرم که دنیای متفاوتی. آره اصلا که نزدیک کنکور که ابدا نبود. ولی خب به هر حال بازم آدم یهو میبینی که کنکور به اون سمت بره و خب آدم باید آمادگیشو داشته باشه. بعد هرچی می‌آمدیم جلوتر تایم زیست خوندن و مبارزه بیشتر طول می‌کشید. یعنی چیزی که خب خیلی شاید برای بچه‌ها جالب باشه اینی که کتاب درسی خوندن و مبارزه هرچی سال میومد جلوتر، این اواخر یادم مثلا خوندن یه فصل شاید اگه اولای سال مثلا 2 ساعت طول می‌کشید، آخرای سال مثلا 5 ساعت طول می‌کشید. اینو می‌خوای توضیح بدی راجع به زیست؟ آره من توی سال 11 که خب همون جوری بود که مثلا در حدی که یه فصل رو توی 1 ساعت و نیم می‌خوندم و حالا شاید به خاطر بود که ذهنم خیلی فرش بود دیگه، خیلی فشار تا روش نیاورده بودم و سر حال بود و راحت متوجه می‌شدم و 1 ساعت و نیم که می‌خوندم واقعا حفظ می‌شدم متن کتاب درسی و اینم حتما توصیه می‌کنم که متن کتاب درسی رو حفظ باشن بچه‌ها. نه اینکه خونده باشن، حفظ باشن. اون مدل سال پرسیدنه که بگو بتونی بیان کنی فلان صفحه فلان خط چی نوشته. آره و اینکه هر چی اومد جلوتر همین که گفتیم واقعا این بود که خیلی طول می‌کشید. یادم این آخرا دیگه واقعا نزدیک کنکور که می‌خواستیم کتاب بخونیم معظم یه فصل زیست مثلا 6 ساعت طول می‌کشه، 8 ساعت طول می‌کشه. البته این مقدارش خب بخیر اون خستگی و مثلا چیزام بود. حالا ولی در کل این بیشتر خوندن کتاب به خاطر اینکه خب ذهن آدم بازتر میشه دیگه. آره جمله‌ها رو خیلی تمرکز میکنه آدم روش و میگه خب منظور این جمله که این الان به جای فلان فعل مثلا این فعل رو به کار برده، چرا این حرف اضافه رو به کار برده، چرا مثلا مجاورت نگفته، چرا نزدیکی گفته، یا مثلا اینجور چیزا برای آدم روش بیشتر هرچی تست میزدی بیشتر. یا مثلا بعضا شاید همون آزمونهای ماز، آزمونهای آرمان به این دامن زده بودن که مثلا یه سری چیزایی که حالا خیلی هم اهمیت نداشت و ذهن آدمو درگیر می‌کرد. موقعی هم که می‌خوندی مثلا می‌اومدی به این چیزا توجه کنی و واقعا طول می‌کشید، واقعا طول می‌کشید. بعد توی بحث مسیر فیزیک، چون فیزیک نقطه قوتی بود که حتی تو کنکور میتونست زدن بشه، بگم یه 2 تا بی‌دقتی کوچولو داشتیم فقط و من فیزیک شما رو تو نقطه ماکسیموم
میدونم، یعنی مثلا تو هم صد ما دستی کنکورش 92 شد فکر کنم. عرضم به خدمتت که فیزیکمون رو چیکار کردیم؟ فیزیک یه سال ما کلا کلاس خاصی رفتیم؟ کلاس خاص نه. کلاسی فکر کنم شما شرکت نکردید. مدرسه هم که اصلا مدرسه رو میرفتیم برای به خاطر بچه‌ها، به خاطر دقیقاً یه نکته‌ای که خیلی وجود داره. حالا راجع این مدرسه میخوام اول راجع به استاد بریم سوی فیزیک. به نظرتون بچه‌ها باید مدرسه برن یا نباید برن؟ به نظر من 11ام که حتما باید. بهترین سال زندگی واقعا فکر کنم تو کل دوران تحصیل 11ام باشه، چون همون از آب و گل به اصطلاح در اومدی و دوستا هستن، هم فال هم تماشا دیگه، هم درس خوندن هست، هم دوست. 12ام شاید یکم برگرده به خود آدم، ولی من باشم باز یعنی 10 بار دیگه هم برگردم بازم مدرسه رو میرم، حداقل تا اون اسفند بهمن تا بهمن. آره. یه نکته که وجود داره مدرسه رفتن، بود مدرسه لزوما آموزشی نیست، یعنی اکثر بچه‌ها برای آموزش، بچه‌هایی که خب حالا پیشروان، پیشتازن، خوبن، خودشون زحمت میکشن، مدرسه برای نمیرن. بیشتر مدرسه برای اونی که از لحاظ روانی، کنترل هیجانات، اون فشاری که روی فرد میاد و اون عادت‌های مبتنی بر عدم تمرکز، عادت‌های مبتنی بر درس نخوندن، خیلی وقتا از این ایجاد میشه که اون دانش آموز یک سال تموم مثلا میره صبح تا شب تو سالن مطالعه، توی فشاری قرار میده خودشو و اتفاقا افت میکنه به جای اینکه بتونه شرط بهتری داشته باشه. پس شما توصیه دیدین که مدرسه رو بچه‌ها برن. قطعا نظر من همین. آره. قطعا نظر من همین. خب برگردیم سال فیزیک. داشتی فیزیکو میگفتی. آره فیزیک. خب ما سال دهم که عملا اونقدی کاری برش نکرده بودم و همون در حد 2-3 تا درسنامه فقط خونده باشم، ولی 11ام که یکم جدی‌تر شد برامون، بازم درسنامه که درسنامه میخوندی و تست می‌زدی؟ درسنامه و تست. آره درسنامه کی رو میخوندی؟ میکرو. حالا درسنامه هم اونقدر نه که درسنامه رو بخونم، صرفا اینکه همه اون فرمولا رو جمع‌بندی و یه جا داشت، حالا فرمولا رو می‌ذاشتیم جلومون و خب دیگه این فرمول دیگه حالا بریم تست بزنیم. دیگه 50 تا تست که بزنید تقریبا دیگه دستت میاد دیگه. آره با اون سیستم درسنامه و تست کلا اومدیم جلو و فیزیکمون هم به نقطه خیلی خوبی رسید از تسلطی و اون که تسلط رو تیپا داشته باشیم، تسلط رو ساده کنکور داشته باشیم. یادم یه سری مباحثی مثل مدار، کلا فصل 2 فیزیک 11ام، سجاری، سینماتیک، دینامیک، اینا رو یه کاری که انجام دادی، حالا خود بگو کمک کننده بودی نه، یه بازه تست ثابت روتین داشتی ازشون. این چقدر موثر بود تو سطح تست سنگین کنکور، سخت‌ترهای کنکور، بخیرترهای کنکور؟ آره تو بخش سینماتیک و مدار که واقعا کمک کننده بود، حالا ساکن هم تقریبا تا حدی کمک کننده بود. اون ثابته واقعا یه نظم ذهنی به آدم میده و خب وقتی هم که اونجوری یکم ثابته، شاید شب من میذاشتم ثابتم و خب حوصله نداشتم حل کنم اونقدر، بیشتر دنبال راه در رو بودم، شاید اونم کمک می‌کرد. باعث رشد خلاقیت هم می‌شد که مثلا چه جوری حالا بدون اینکه حل کنم خلاقیت ایجاد می‌کنه. اینجوری بود که اینجوری خیلی کمک کرد. بعد بریم سراغ درس شیمی. شیمون تو کنکور 88 زدیم. شیمی کنکور 88 درصد خیلی خوبیه. شیمی واقعا کنکور امسال شیمی سنگینی بود، مثلا نزدیک 90 زدنه. کاری که با شیمی انجام دادیم چی بود؟ منابعی که استفاده کردیم توی 11ام 12ام، تستایی که زدی، کاری که انجام دادیم. آره. اگر کلاسی رفتیم یا اگر خودمون خوندیم درسنامه رو دقیقاً رو بیشتر کلاس که نرفتیم. کلاس که اصلا نرفتیم. کلاس در حد مدرسه بود که حالا مدرسه ما خب اونقدی در حدی که بخوان درس بدن نبود دیگه. همه بچه‌ها یه زمینه‌ای داشتن، بیشتر این بود که فقط بیان مثلا تیپ بندی بکنن برامون یا یکم نظم ذهنی بدن بهمون. ولی اینکه اون بنیه‌ش رو از کجا یاد بگیریم، کتابای درسنامه‌هایی بود که درسنامه مبتکران بود اول ما تو پای درسنامه مبتکران می‌خوندیم. ولی خب اونم اینجوری بود که سری می‌خوندیم چون خیلی هم طول می‌کشید واقعا این بود بخوند. آره واقعا حجم زیاد بود دیگه. برای 2-3 تا تک مبحث یادم درسنامه کتاب میکروشیمی جامع اونم آقای مومنزاده و آریان فروین. آره اون بود و اون بود که یکم کمک کرد درسنامه. ولی کلا بازم شیمی اونقدی درسنامه نیازی نداشت شاید، مخصوصا تو بعضی به قسمت‌ها مثل فصل 1 11ام، فصل 2 11ام، مثلا 3 دهم، اینا شاید خیلی هم نیازی نبود و حالا
نخونن هم نخوندن یه تست فقط. تست. بعد برای مسائل، برای حفظیات، برای مفاهیم بخش‌های مختلف جدا کار کردی. چه کاری انجام دادی برای حفظیاتت، برای مسائل؟ برای حفظیات که خب کتاب درسی کتاب خیلی چیزی نداشت. حالا حفظیات که اونقدر تو کنکور لزوما الان نداره دیگه. آره بیشتر تلفیق مفهومش مفهوم و حفظیات با هم دیگه است. مؤدی فقط در حدی که همون کتاب درسی حالا نیازی به حفظ فکر کنم نباشه دیگه، فقط دیده باشین خوبه. و اون قسمت‌های دیگه‌اش استیکیومتری بود که واقعا مهارت بود. فقط تست که کتاب ما نردبان جامعه و نردبان مسائل خیلی سبز، حل مسائل خیلی سبز زدی، نشر زدی. آره. و جدا تستایی بود که از بانک تستا در می آوردیم، مسئله هاشو کار کردیم، مونتا بود. آره جدا و دیگه حالا آزمونا هم که همیشه پای ثابته دیگه جدا. من یادم تو درس شیمی یه مقطعی از سال خیلی به چالش خوردیم، مثلا شیمی اردیبهشت حتی فکر کنم 60 شد. بله. بعد این فرق 60 تا نزدیک 90 که توی بازی که خیلی شاید سخت باشه و این رشد رو ایجاد کردن، تو شیمی چجوری اتفاق افتاد برای محمد رضا؟ حالا این که من شیمی رو مثلا تو اردیبهشت پایین زده بودم این نبود که بلد نباشم. شاید مثلا من کانونا رو که میزدم واقعا تا قبل اردیبهشت شیمی اینجوری بود که همیشه مثلا حالا عالی بهترین درسم نبود، اما اینجوری نبود که بخوام ضربه بخورم. اما خب تو کنکور اردیبهشت شاید این یه ضربه خوردم و بعد کنکور اردیبهشت واقعا میدم که تو کانون دیگه الان نمیتونم. بعد که دیدم که تو اردیبهشت کم زدم، یادم تو کانون مشکل خورده بود. آره مثلا کم میشد، کلاس بود 50 بود. اعتماد نفسم توش اومده بود پایین. آره و این بود که دیگه واقعا میترسیدم. شیمی که حل میکردم میترسیدم، زمانو از فیزیک میذاشتم رو شیمی باز جواب نمیگرفتم. شاید حتی تا همین هفته منتهی به کنکور هم همینطوری بود که یعنی تو آزمون‌های جامعه‌ای که میزدیم مثلا درصد و همه خیلی بالا بود. شیمی بیهو مثلا 50%، 60% حتی از بقیه درس پایین‌تر. ولی خب اتفاقی که افتاد شاید بیشتر همون بود که خیلی زوم کردیم روش. شاید این زوم کردن یه بازی یه ماهه‌ای، یه بازی 15 روزه‌ای خیلی خوب بود که مثلا بری دیگه هرچی هست واقعا هرچی بود زدیم دیگه این ماه آخر دیگه مثلا نرده بود. یه خاطره تعریف کنم مثلا برای بچه‌ها جالب باشه راجع به این فاکتور و این ویژگی. یادم یه آزمون کانون بود، شما درصد شیمیت شده بود مثلا 54%، درصدی که بقیه درس‌ها خیلی بالا بود و درصد خیلی خوبی داشت. بعد معالجه کانونش رو برام فرستاد، مثلا ساعت 1 بود. بعد من کانونش چک کردم، گفتم خب غلط نزده شما بس. بعد جواب نداد، احساس کردم که ناراحته و خب رفته تو مود ناراحت بودن و تا شب 2 سال بهش پیام دادم جواب نداد. شب ساعت 10 بود 11 بود دیدم پیام داد به من، گفتش که من صبح تا الان تمام تستای بانک آزمون شیمی پای 11 رو زدم. و این اون فاکتور جنگجو بودنه و جنگیدنه برای درسی که حتی توی بازه 1 ماه مثلا که بسش امتحان نهایی بوده میتونه تو مرز 60 تا 90 تغییر بکنه. فکر کنم بزرگترین چیزی بود که کمکت کرد، یعنی چیزی که شاید خیلی از بچه‌ها نداشته باشن یا بهش توجه نکنن یا بهش اهمیتی که باید بدن رو ندن و خیلی خوبه. این خاطره از شما قطعا سالیان سال تو ذهن من میمونه که من احساسم بود که خب الان رها کرده رفته داره قصه میخوره یا ناراحته. بعد فکر کنم 600 تا تست زده بودی تو موضوع. هر چی قلمچی ریاضی و موضوعش یکی بود، سنجش‌ها یه سریاش جدا بود. و کلا سنجش طول سال نزده بودم یه چیزی بود. کلا از همون 1 ظهر نشستم تا 11 شب همینجوری فقط شیمی می‌زدم. واقعا اتفاق عجیبه. بعد برای بحث ریاضی ما ریاضیمون تو کنکور خب درصد خوبی زدیم به نسبت سختی کنکور. تو اردیبهشت بهتر بود. اردیبهشتمون چند زده بودیم؟ اردیبهشت رو 75 زده بودیم. چیکار کردیم برای ریاضی؟ چه پروسه‌ای برای ریاضی؟ خب همونطوری که شما احتمالاً دیگه خیلی خوب یادتون باشه ما اول سال 11 که شروع کردیم تو آزمون مثلا رنج درصدیمون 80 بود و ریاضی -5% بود. یادم دقیقاً اول آزمون ها میانگین مثلا اومد روی 70-80، ریاضی مثلا منفی میشد، صفر میشد. -5% بود. اون هندسه تحلیلی هندسه بود فصل 2 11 مثلا 0 بود، -5. بعد درجه 2 اصلا فرق بالا نمی آورد، یعنی اصلا تابع اصلا 10-20% من دست بیشتر یادم نیست سال 11. سال 11 همونجوری گیر کرد و تقریبا تا دی اینا هم همراهمون
و خب شاید چیزی که کمک کرد یکمی بود که گارد داشتم، واقعا گارد داشتم و حالا درسام خیلی سبز اون موقع میخوندم هیچی نمیفهمیدم، مثلا اون موقع که میخوندم هیچ تازه مباحثی هم که خیلی هم مرتبط نبود یا مثلا هندسه تحلیلی، هندسه پایه بود یادم و اینها و میخوندم ذهنی که میرفتم سراغ ریاضی که من نمیفهمم، نمیدونم چیکار کنم، هیچ یاد نمیگرفت. یکی دو تا کتاب عوض کردیم، یعنی مثلا خیزات خوندیم بعد مهرما خوندیم، آره. یکی تو عوض کردیم، نمیدونم تست عوض کردیم فلان، که هر کاری کردیم نمیشد درصد از مثلا 5 اون بیشتر نمیشد. آره ما یه کاری که کردیم با یکی دو تا از دوستان تو مدرسه، گفتیم که خب حالا این دوستان یکم درسای دیگه‌شون ضعیف‌تر بود و گفتیم که خب بیایم حالا یه کاری بکنیم با هم، شما با من ریاضی کار کنیم، منم با شما حالا درس فیزیک بود چی بود کار میکنیم با هم، حالا یه کمکی به هم بکنیم. و چیزی که اون موقع کمک کرد این بود که یکی دو تا از دوستا بودن و می اومدن، ما کلاس نمیرفتیم اون موقع، زنگ ورزش یادم یه شنبه ها داشتیم و دو سه زنگ ورزش دینی و اینا بود، میرفتیم یه اتاقی تو بالا تو مدرسه و مثلا سوال حل می‌کرد. مثلا می‌دیدم 20 تا مثلا 25 تا که سوال حل می‌کردن، اونجا بود که اون جرقه ذهنی خورد واسم که مثلا چطور باید فکر کنم، چطور باید نگاه کنم که بتونم ریاضی رو حل کنم. و شاید میگم همین که مثلا بری ببینی، حالا من دبیرشون ندیده بودم، یه چند جلسه مقدمی دیدم که اون تغییر ایجاد نکرد، ولی اینکه اون هر راهی رو رفتیم مثلا نشد آقا تشخیص دادیم واقعا به جوابی ندادم. ولی اینکه میگم مثلا 4 نفر 5 نفر ببینی چه جوری سوال حل میکنم خیلی کمکم کرد، واقعا دیدم 2-3 نفر بچه‌ها شد. این نگاه جمعیه، این کمک کردن به هم دیگه یکی از فاکتورهای که کام ریاضی دیگه سال 12 این نیمه سال نقطه قوته شده بود، یعنی یه سری تستایی رو میزدی، یه سری چیزایی رو میدیدی که مثلا برای درصد مثلا 80-90% به تو آزمون درصدای خیلی خوبمون بود ریاضی. بیشترین نگاهش هم تغییر نگرشه بود، درسته؟ بیشترین تأثیری که داشت یه جورایی شده بود نقطه قوتمون. حالا اینکه یه چیزی هم من حالا واقعا ضربه خوردم، شاید نگاه کانون تو بقیه درس‌ها خیلی نزدیک به کنکور باشه، ولی ریاضی امسال اونقدری نزدیک نبود، یا آزمون‌های دیگه آزمایشی واقعا اونقدری نزدیک نبودن به جز سنجش واقعا سنجش خوب بود. چون که اینا ریاضی رو می‌خواستن سخت در بیارن، بعد سختیشون شبیه سختی کنکور نبود، یعنی تم سختیشون بودن که شبیه کنکور 403 بخواد باشه 400 باشه، بیشتر فکر کنم شبیه کنکور 400 بود، یعنی سختی‌های محاسبات سنگین، مثل که کنکور خب یه نگاه خلاقانه محور ترکیب مباحث کنار همدیگه رو داره استفاده می‌کنه. عرضم به خدمتت که بریم سراغ امتحانات نهایی. شما امتحانات رو خب خیلی نمره خوبی گرفتی، طراز امتحاناتمون هم جزو طرازهای خیلی خوب حساب میشه واقعا و تبریک میگم. عرضم به خدمتت که فکر کنم 4-5 تا درس داریم که کلا 20 نشده و نمره خوبی شده. اونی که 20 نشده کدوم هست؟ فیزیک آره 19 شد، یعنی یه چیزی بود که سر جلسه اشتباه، سر جلسه بی‌دقتی شاید غروره بود یکم. آره. من قبل امتحان نهایی واقعا تنها درسی که مطمئن بودم 20 میشم فیزیک بود و خب 20 فیزیکی بود یه جو که درست نخون اینا رو که بلدم من و اینا رو کنار گذاشتیم، یه قسمت دنیاش متفاوته. آره دنیاش متفاوته. دیگه چه سرویس نشدیم؟ هویت بود. 19.5 شدیم که خیلی نمره ارزشمندیه برای اون درس با اون دنیای متفاوتش. باز بهتر بود از بقیه درس‌های سلامت، خیلی واقعا نفسگیر بود. 18.75 شدیم. دیگه چی 20 نشدیم. دینی بود 19.75 شدیم. و حالا با اون پاسخنامه عجیب غریبش سال 25 حارس بعد یه درس دیگه الان 20 نشده بودیم دادم نمیاد. فارسی هم که 19 بقیه 20 شدیم 20 شدیم زبان 20 شدیم، زبان سخت امسال رو 20 شدیم، اونم خیلی نشد. خب حالا این پروسه برای نهایی در واقع کلی رفتیم و عمومی ها به خصوص درس فارسی که خب سخت بوده، درس عربی که 20 شدنش قطعا سخت بوده، زبانی که 20 شدنش قطعا سخت بوده، بعد سلامت هویت که 19 به بالا شدنش هم واقعا کار سخت بوده. کی شروع کردیم، چیکار کردیم، چه داد از اول چقدر عمومی می‌خوندیم، بعد تو چه بازی پررنگ‌تر شد، بیشتر شد
تجربه که تو بازی خرداد داشتی رو بگو به بچه‌ها. یکی اینکه ما فارسی و عربی رو که از مرداد تقریبا صورت تفننی دیگه آخر شبا یه ویدیویی فقط می‌دیدیم. حالا چیزی هم یاد نگرفتیم ولی خب بود. مهم اینه که بود. آدم به هر حال میگفت دارم یه کاری میکنم حداقل. و تقریبا دیگه جدیش از مهر هم نه، تقریبا 2 هفته اول مهر هم یکم تمرکزمون روی چیزا بود که آزمون نداده بودیم، خیلی وقت بود و خب اون یکم مهارت افتاده بود و تقریبا دیگه از همون آخر مهر شروع شد واسه فارسی که تو اون بازه طول سال اینجوری نبود که نخونیم دیگه، مثلا هفته یه درس، هفته کلاس مدرسه رو میرفتیم، اون چیزایی که مثلا گفتن تا دی ماه تقریبا تا بهمن ماه میرفتیم و هرچی میگفتش و یادداشت میکردیم و کتابم که چیز بود دیگه، فرمول 20 فرمول 20 کار کردی. خب دیگه اون موقع اون بود و دیگه آخرای سال که باز وقت زیاد اومد تقریبا این تا کی تموم شد؟ تا اسفند فکر کنم تموم شد. تا قبل از اول اسفند که شروع جنبندی باز بشه فارسی تموم بود و پرسوال مهر ماه زدیم و تقریبا از فروردین ماه اردیبهشت ماه که تموم شد، بعد کنکور اردیبهشت جدی شروع شد و نمونه سوال فقط دیگه مثلا در هر چی نمونه سوال آقای محسنی بود که تو چیزاش آقای احسان محسنی بود سالش کار کردیم. دیگه چی بود؟ مازها بود که سنجش برگزار کرد، نردبان چند تا آزمون نردبان خودمون برگزار کردن و بود دیگه هر چی واقعا دستمون اومد میزدیم دیگه. حالا مثلا همون تستای کنکور دیگه، کنکورم تو ایت کنکورم تست هر چی بود، هر آزمونی بود میزدیم. یکی همین بحث مستمر بودن نه خیلی از بچه‌ها به تعریف اشتباه فکر می‌کنن تو بازی فشرده‌ای میشود نمره شاخص گرفت، ولی تعریف نمره شاخص این نمره 18 19 به بالا و نمره 18 19 بالا فکر کنم نیاز به فشار خیس نگیره، نیاز به اون روتینه، نیاز به اون ثباته، نیاز به اون بودنه داره بیشتر. درسته؟ بودنش خیلی کمک می‌کنه، نه که نشه ولی شاید بشه، ولی خب اینجوری هم اعتماد به نفس، واقعا میگم 80% کنکور شاید اعتماد به نفس باشه. اون که روتین ادامه بدی هر روز و میگی با خودت خب من دارم همیشه روزی 1 ساعت الان میخونم فارسی یا هفته‌ای مثلا 3-4 ساعت اون تو مهر میخونم، خب من 20 نشم کی 20 بشه. ما تمام تلاشمون که اون 1.5 ساعت شاخص عمومیمون هیچ وقت باشه هست نشه، نه تو روزهای تعطیل، روزهای اون شاخصه باشه. حتی تو بازی که شاید خیلی از بچه‌ها میگن خب بازی بهمن نباید این باشه، ولی سعی کردیم تا جایی که شد تا فروردین حفظش کردیم. بازی خرداد و خستگی‌های بعد از در واقع امتحان کنکور اردیبهشت، ما جمعه کنکور اردیبهشت دادیم، یادم جمعه بعد از ظهر فکر کنم کارگاه بود، شنبه امتحان بود. آره چیکار کردیم اون بازی رو؟ من خب اردیبهشت همون چیزی که می‌خواستم اصلا نبود. 2-3 روز تقریبا تا دوشنبه که ماتم بود برنامه، ولی خب بعد دوشنبه جمع جور کردم، خودم گفتم دیگه حالا یه تیر دیگه داریم حداقل تو کنکور، نهایی هم نباید دست بدیم و چیزی که بود همین دیگه. خیلی 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 خرداد واقعا اذیت کننده است، مخصوصا اگه باز من یه بنیه‌ای داشتم، یه پیش زمینه‌ای داشتم و خونده بودم میرفتم و باز هم من خیلی اذیت شدم واقعا. با اینکه خونده بودیم هم خیلی اذیت. آره و اینکه فشار بود. آره و میگم اعتماد به نفس توش داشتم، اما باز در حد کنکور نبود، مهارت تشریح نوشتن نداشتم اصلا. من 11 فکر کنم معادلم چند بود دیگه، فکر کنم بالاترین نمرم 13.5 اینا بود. مثلا دینی که اصلا کتابو ندیده بودم حتی میدادم مثلا تقلب. یه خیلی نکته مهمیه 11 نمره‌های امتحان چون نهایی نبود، ولی نمره مهم‌از سرزام اصلا فقط 4 تایی که تو کنکور آره تو اختصاصی، حتی زمین شناسی هم من فکر کنم چند شدم 13 شدم 12.5 شدم. آره دینی اینا که فارسی و فقط خوب شده بود. دینی رو فکر کنم 10 دادن. دینی رو آره و بعد تقلبم کردیم و بچه‌ها کمک کردن 11 فکر کنم گرفت. آره و اون بود و واقعا خرداد اذیت کننده است، مخصوصا اگه بلد نباشی. خیلی استرسش. بعد من تو این بازه سال مطالعه میرفتم و واقعا بچه‌ها هم اونجا همه میشن دیگه مزید بر علت میشد دوله. آره خیلی ممنون ازت، خیلی توضیحات کامل داری بود. حالا من چند تا جمله میخوام بگم، چند تا نظر کوتاه راجع بهشون بگو. دبیر خوب چه دبیریه؟
دبیر خوب دبیر مرده است بگیم یا اینو نکنیم. اینو پاک کن تو قرآن. دبیر مرده است پاک نکنیم. نه خیلی خوب بود. میکشن. نه خیلی خوب بود. بگو ادامه بده. دبیر خوب تست. واقعا دبیر که فقط تست بزنه. اصلا بحث آموزش اونقدی مطرح نیست واقعا. آموزش چیزی که میتونه خوب پیش بره به شرطی که خود فرد آره واقعا اگه خود فرد با تمرکز باشه. تعریفت از مشاور و مشاور خوب چیه؟ تعریف از مشاور چون اصلا مشاور لازمه، مشاور مفیده. قطعا به من که خیلی کمک کرد، حداقل چون میگم کسی هم بودم که درس خون نبود و مثلا هیچ بنیه علمی هم نداشتم. میگم مشاور متعادل باشه واقعا، نه که فقط انگیزشی کار کنه، نه که فقط متمرکز رو درس باشه، همه چی سر جاش باشه، انگیزش سر جاش باشه، برنامه درسی سر جاش باشه. بشناس آدم. عرضم به خدمتت که 8 واسه من واقعا سکوی پرتاب بود دیگه. از اون میانگه من آزمون اولی که قلمچی دادم 5700 بودم، آخرین آزمونی که من تو 8 دادم فکر کنم 8100 و خورده‌ای بود دیگه. آخرین آزمون 8000 بود دیگه. آره. آزمون نردبان، آزمون تستی و تشریحی. آزمون تستی و تشریحی نردبان. تستیاش که واقعا عالی بود. میگم طرح تستش که خیلی خوب بود، تحلیلاش خیلی خوب بود، بچه‌های خوب همه شرکت می‌کردن آزمون تستیو که یادم که همه شرکت می‌کردن. تشریحیاش هم که سوالش خوب بود ولی بحث رقابتی نداشت. یه نمره که اعلام نمی‌کردین و میگم به من حال نمیداد که اون تشریح شرکت کنم. بعد عرضم به خدمتت که در کل اگه محمد رضا بین حالا 2-3 سال پروسه متوسط دومش و کنکورش نگاه کنه، کنکور رو چطوری تعریف میکنه؟ کنکور چه تغییراتی توی شما به وجود اومد، چه تأثیراتی داشت؟ خیلی خوب بود. میگم بچه‌ها اکثرا شاید از این پروسه کنکور بنالن و بگن وای چه چیز بدیه و نظام باید عوض شه، این چه وضع آموزشه، ولی ناعدالتی هست واقعا، نمیشه گفتش که نیست. فشار میاد، شاید به حقت نرسی واقعا، ولی واقعا عادتهای خوبی که تو من ایجاد کرد، واقعا عادتهای خیلی خوبی تو من ایجاد کرد. میگم من کسی بودم که اصلا درس خون نبودم، کتاب میدیدم اصلا حالم بد میشد، اینجوری بود. ولی تابو بریمون، قدرت کنترل هیجانات، دقیقاً اعتماد به نفسمون، توان خود کنترلی تو به هر حال افزایش میده واقعا، که آدم به هر حال اون لحظه نره دنبال اون چیزی که مثلا دوست داره بشینه پای درس. شما به عنوان کسی که خب حالا مرکز سمپاد یک نبودی، این مقایسه با دیگران و این فضای نمیدونم و حالا موقع همسایه غازه، این کجا بهت ضرر زد، کجا کنترلش کردی، کجا تونستی مدیریتش بکنی؟ آره من خب دور اولم هاشمی شد 1 بودم و بعد اومده بودم تعیین مرکز داده بودم و میگم کتابارم ندیده بودم، قبولم نشدم. آره 1 نشدم، اومدم 2. شاید این هم یک جرقه‌ای بود واسم که به هر حال به خودم بیام و واسه درس خوندنه. و آره شاید میگم یه پوینتایی هست، مثلا اینکه مثلا مرکز 1 باشی، حالا تو اصلا توی بحث مقایسه من که اعتقادم اینه که خب بحث پوینت ها نیست، این مقایسه چون یادمه تو سال اذیت می‌کرد، یعنی سال 12 اذیت می‌کرد، سال 13 اذیت می‌کرد. این مقایسه رو چجوری کنترلش کردی؟ بیشتر این بود که میگم با نتایج آزمون‌های آزمایشی، یعنی میگفتم که حالا مثلا ما مدرسه عادی هستن باشیم ولی حالا داریم نتیجه به هر حال مناسبی میگیریم، در حد همین که مثلا حالا دانش آموز فیدبکی که میگرفتی، اون اعتماد به نفسی که شکل میگرفت که از آزمون‌های آزمایشی واقعا خیلی کمک کننده است، واقعا کمک کننده بود که مثلا بتونیم کنترل کنیم. خیلی ممنونم ازت، خیلی لطف کردی، خیلی مصاحبه خوبی بود. من امیدوارم که بعد هم عزیزانی که این مصاحبه رو هم کامل نگاه کردن مثمر و مفید بوده باشه. لذت بردم ازت. موفق باشی. شما دمت گرم.